قسمت دوم جنگ 4 با جناق پرچرک و سیاه و کلفت و خرزور رو در مسابقات مردان آهنی جاده قدیم آفریقا میبینیم. حامد بنگی با شلوار پلنگی میره برای جاکشی و بالا بردن چنبه گوشتی، دستشو میندازه به اندازه لای کنده لنگی. مواظب باش که تو رو از پا نندازه که اگه بندازه حامد میشه جنازه. حامد قرازه که زبونش همیشه درازه، زارتش به در مزنه و انصراف مده. وای بر من. شرکت کننده بعدی مجید تراجکار میره زیر کار برای بلند کردن بشکه روغن سوخته 1700 کیلویی. اگه بلند بکنه ای دنبه 150 کیلویی به بلبلت قسم که میتونی بلند کنی. مجید دستم به جیجید آبرومان رفت پیچه آبجی. مجید گاردون کج میکنه و انصراف میده. بگردم برارم سعید گیری بکساز که همیشه با پیکنیک میزنه ساز. اگه این بخچه لحافت 250,000 تونی ره ببره رو کتا، شب بره به خانه لحافت پن میکنه تو آشپزخانه. وزن این کنده بره سعید حکم وزن گیری بکس توی تایلوکس داره. حالا سعید ورقلم پنجه میزنه به دنبه قنبل چقدر کمر همه رو شکسته. سور بزن سعید. همکاران ما از اتاق فرمان اشاره میکنن آمپر سعید کشیده بالا، چراغ چک سعید روشن شده و نیاز به دیاگ داره، ولی یه سعید هیچ وقت کم نمیاره و پارگاز فشار میاره به چند جاش. سعید چک کردی، شلوارو پاره کردی، دمت گرم با جناقار فشاری چیزک دادی. دول سعید، دول سعید. حالا هاشم پمپی که همیشه بزنه بمبی اینجا بخوی یه پمپی جلو با جناقای پاچلاقی که پله تکون بده. یالا هنرت در بیار نشون بده. حالا هاشم قیف میگیره تا بتونه جفشیش رکورد بزنه. هاشم سیاه چک کردی، قچاق دبه گرده توشی آب گرجر مباره بالا میاره پایین، مباره بالا بی صاحب میاره پایین. راز موفقیت خرزوری هاشم سیاه خوردن عرق دو آتیشه شاتره و روغن زرد، حلوا ارده و مخلوط سشیره. باریکلا هاشم تو جا کشیه این لشه پرگوشت و کثیف قهرمان میشه. مسو قهرمانی رو تقدیم میکنه به رونالدو.